در ویدیو از لاس وگاس نشر شده دیده می شود که یک گروه مخلصون توجک قبلا از برآمدنش به رینگ محمد خوجا یعقوبوف را با شعار مشهور تاجیکستان به پیش رو بلند می کنند. محمد خوجا یعقوبوف از این قبل ماه اپریل سال 2023 جواهربek کریموف از ازبکستان را با نکاوت در دور اول نبرد شکست داده بود. مجدن توجک در عموم 21 پیروزی از جمله 11 پیروزی با نکاوت و همگی یک باخت داشته تا نبردش با ویسنت در ریتینگ WBC در زینه سیوم بود. در زینه اول این ریتینگ پابلو وینسنت قرار داشت که در سبقتش 23 پیروزی از جمله 17 پیروزی با نکاوت و همگی دو باخت دارد. از این قبل ماه سپتامبر سال 2023 وینسنت خورخه مویارو با نکاوت فنی شکست داده بود. با پیروزی بر رقیب یک ریتینگ WBC محمد خوجا یعقوبوف مقام داوطلب رسمی عنوان قهرمان جهان در وزن تا 59 کیلو طبق فریضه این سازمان مجدنی را به دست آورد و باید اکنون با قهرمان فعلی جهان مجدن امریکایی اوشاکی فوستر رقابت کند. ماه مارس سال 2022 یعقوبوف در دبی با فوستر برای دریافت مقام داوطلب عنوان قهرمان جهان وارد رقابت شده بود، ولی اون دفعه شکست خورد و فوستر توانست بعداً عنوان قهرمانی را هم به دست بیارد. اون باخت یگانه شکست در سابقه ورزشگر محمد خوجا یعقوبوف به شمار می رود. محمد خوجا یعقوبوف یکی از معروفترین مجدنهای کسبی از تاجیکستان بوده. 2 مرتبه چمپیون آسیا طبق فرضیه WBC شده است و سال 2019 به این سو عنوان قهرمان بین المللی جهان طبق فرضیه این سازمان را در دست خود نگاه می دارد. یعقوبوف همچنین طبق فرضیه WBO باز یک سازمان معتبر بین المللی بوکس 2 مرتبه قهرمان جهان در بین جوانان شده است. یعقوبوف محمد خوجا اسکندرویچ 31 مارس سال 1995 در اصفهان به دنیا آمده است. او 12 دکامبر سال 2015 بار اول در بوکس کسبی قوه‌آزمایی کرد و در نخستین نبردش ولادیمیر تریخوف از روسیه را شکست داد. در 8 سال در بوکس کسبی مجدن توجک 22 مرتبه به میدان برآمده 21 مرتبه پیروزی به دست آورده است، از جمله 11 پیروزی با نکاوت. او همگی یک باخت دارد و این همان شکستش از رقیب آیندهش فوستر است. فوستر حالا موظف است که برای حفظ مقام چمپیونی به مقابل یعقوبوف به میدان برآید. امیدواریم که محمد خوجا یعقوبوف این بار نقارش را از این رقیب امریکایی خواهد گرفت و فوستر را از مقام چمپیون جهان محروم ساخته این عنوان را به جیب خود خواهد انداخت.